بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی به خدا ایمان داری حالت خوبه که همه چیز به نفع تو خواهد بود. در واقع میزان نعمت‌هایی که وارد زندگیمون میشه بر اساس یک سری سلسله قوانینه، نه بر اساس ترحم و دلسوزی که در خداوند میشه ایجاد کرد. یعنی ما باید از خودمون بپرسیم که تا چه حد خدا رو باور کردیم، چون که این سوال جوابش بسیار مهمه. باورهای شما و نوع ایمان شما به قدرت خداوند تعیین کننده نتیجه است که از این قدرت تجربه خواهید کرد. باورهای شما و نوع ایمان شما به قدرت خداوند تعیین کننده نتیجه است که از این قدرت تجربه خواهید کرد. نه چقدر که ما بیشتر به این ایمان داشته باشیم به خداوند، نتیجه بهتری خواهیم گرفت و همه چیز به نفع ما خواهد بود. در این حالت ایمان شکست ناپذیر همواره موجب ایجاد حال خوب می شود و نتیجه حال خوب این است که جهان، افراد، شرایط، اتفاقات و ویژگی های خوب را به ما نشان می دهد. البته خب این یک رابطه نسبت و تساویه، یعنی همان گونه که قسمت مثبتش هست بالعکس اینم دقیقاً حاکمه بر جهان. یعنی اگر ما ایمان نداشته باشیم دقیقاً جهان برعکسش شرایط و اتفاقات و ویژگی‌های بد رو به ما نشون میده. یعنی حالت مثبت اینه که ایمان نتیجهش میشه حال خوب و حال خوبم نتیجهش میشه اتفاقات بسیار خوبی که ما در زندگیمون تجربه میکنیم. حالت کلی مثبت جهان به این صورت. اما خب خلاف این هم هست که دقیقاً بالعکس میشه. وقتی حالت خوب نیست یعنی ایمان نداری، وقتی این ایمان نداری حالت هم خوب نیست، خب اتفاقات بدی تجربه میکنی. شیطان دسترسی بهتری به تو داره چون تو در فرکانس‌های پایینی. اما زمانی که ایمان داری قلبت باز میشه، در فرکانس‌های بالا قرار میگیری و شیطان اون مرحله هیچ دسترسی به تو نداره. توی قرآن هم آیاتی به این مضمون وجود داره که شیطان دسترسی به بندگان من ندارد. یعنی در واقع وقتی حالت خوبه تقریبا میشه گفتش که بنده خدایی، وقتی که حالت بده تو از بندگی خداوند فاصله گرفتی و داری یه جوری انگار بندگی شیطان رو میکنی. واسه همینه که ما باید این موضوع رو بدونیم که ایمان داشتن یکی از مهمترین کارهایی که ما هر روز و هر لحظه باید انجام بدیم، چون آیاتی هم که در قرآن هست تمام اونایی که از مؤمنین یاد کنه و افعال مؤمنین که همشون با فعل مضارع اومده. یعنی ما باید دائم ایمان داشته باشیم، دائم ایمان آورنده باید باشیم.